توی خاموش ها مسجد کلان دلنگا در چی امو مسجد کلان یعنی نه یادگاری تاریخی ای مسجد شوی خاموش این 12 شاید ناو کرده ها خوش منزلی با صفاست اینجا دردی همه را دواست اینجا از همت کوچکان پیرین گویا نظر خداست اینجا این شعرها را میر سعید علی حمدانی در وصف میر سعید حسن شاه خاموش نویسنده است. بسم الله الرحمن الرحیم. از مرحمت خود به نصیبون آقا بسم الله. نه این جوی دزینفکسیون دست. این همی چنوری که درنش میدروه همی باشه. همی چنورو همی اسوی همی بزرگوارنده همی حضرت شاه خاموش می. 750 سال پیش یکی بدن همینجا موزه شده موزه شسته اون موزه یعنی کمی یادگاری تاریخی اولی اوجا دایدا او اوجا اولی میریم اوجا واسه موزه چاله خچه اولی میبینی ما چی نه یعنی مسجد چایی مسجدی همین سید حسن شاه خاموش اینا مسجدی شاه خاموش نشدن رسیدم برادرت ای شاه خاموش شدم از جمله دنیا فراموش مسجد جدوی تمی داریم مسجدی نوازی مسجد عکس میکنه که مسجد کناره بعد جا مسجد نرگمی داریم بسم الله الرحمن الرحیم گرانش که شفشون این مسجد کونه ها این مسجد کناره مسجد کنه شوی خاموش بسم الله الرحمن الرحیم اینا برادران عزیز خداوند از مرحمتی خود به نصیبون نگردم کارمنده که در اینجا خدا باشنده میرم داشت رو مستجاب گردم اینا این تورش یادگاری و تاریخی همین خیلی هستم خیلی استودگی ها یکی هسته در توجیستان هم تاریخ کم ایده با شمارن مثلا یکی از همین یادگاری های تاریخی همین قدیمینه همین مسجدی میر سعید حسن شاه خاموش هست همین در هر یک ستونش نویسندگی با هم حرفی عربی قطعی نهار تنه استموده ها تنه استموده نویسندگی هم خیلی بوندگی وقتش دارم همین در پرتوی همین گشت کار کردی های سالی 1917 1817 شوی خاموش نماچتی که همون دابرا همون خیلی استوده است همون دابرا همون خیلی استودگی هست بولو مسجد همون قدر بود دورانش بود این مسجدی که نو ساختن این مسجدی نو بسم الله الرحمن الرحیم به ساختش کردن به خود این ساخت شاید این تجایی نه مقیاب جو میگیره مقادر طور دارم ها بهتر این ایجابت 2 متر رو مدان شو ملاشم بسم الله الرحمن الرحیم بسیار بچه خوب میشه ساعت هم خیلی میتکان نشده نه